تصور کن 10 سال از امروز گذشته است. افغانستانی که امروز می‌بینی دیگر همان کشور سابق نیست. اما سوال اینجاست، آیا این تغییر به سمت پیشرفت است یا سقوط؟ در این ویدیو 3 سناریوی واقعی و ممکن از آینده افغانستان را بررسی می‌کنیم، سناریوهایی که ممکن است زندگی میلیون‌ها انسان را تغییر دهد. سناریوی اول، افغانستان در حال شکوفایی. تصور کن کابل شهری مدرن با جاده‌های پیشرفته، اینترنت سریع و جوانانی که با جهان در ارتباطند. در این آینده سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته. کشورهایی مثل چین و حتی بعضی از کشورهای منطقه روی منابع طبیعی افغانستان تمرکز کردند. معادن لیتیوم مثل طلا به شکل حرفه‌ای استخراج می‌شوند و افغانستان تبدیل به یکی از مراکز مهم انرژی و مواد خام در آسیا می‌شود. دانشگاه‌ها فعال‌تر شده اند و نسل جدید با علم و تکنولوژی در حال ساختن آینده‌ای متفاوت هستند. در این سناریو امنیت نسبی برقرار است و مهاجرت معکوس آغاز شده است. افغان‌هایی که روزی مهاجر بودند حالا برای ساختن کشورشان بازگشتند. خوش آمدید خانم. ادامه وضعیت فعلی. در این مسیر افغانستان تغییر زیادی نمی‌کند. اقتصاد در حالت نیمه فعال باقی می‌ماند، کمک‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. اما کاملاً قطع نمی‌شود. مردم همچنان با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، اما امید را از دست نمی‌دهند. این سناریو شاید واقعی ترین حالت باشد. نه پیشرفت بزرگ، نه سقوط کامل، فقط ادامه یک وضعیت پیچیده. سناریوی سوم، بحران عمیق تر. اما بدترین حالت در این سناریو فشارهای اقتصادی بیشتر می شود، تحریم‌ها افزایش می یابد و بیکاری به اوج خود می رسد. مهاجرت گسترده تر می شود و بسیاری از جوانان آینده‌ای در داخل کشور نمی بینند. زیرساخت‌ها ضعیف‌تر می شوند و فاصله افغانستان با جهان بیشتر می شود. این سناریو هشدار است. نه پیشبینی قطعی. حقیقت چیست؟ واقعیت این است آینده افغانستان فقط به یک عامل بستگی ندارد. سیاست، اقتصاد، آموزش و مهمتر از همه، مردم. اگر فرصتها به درستی استفاده شوند، افغانستان میتواند یکی از داستانهای موفق قرن باشد. اما اگر چالش‌ها نادیده گرفته شوند، مسیر سخت تر خواهد شد. حالا سوال مهم، تو فکر میکنی کدام سناریو واقعی تر است؟ آیا افغانستان میتواند در 10 سال آینده تغییر بزرگی را تجربه کند؟ یا همچنان در همین مسیر باقی میماند؟ نظرت را در کامنت بنویس و اگر به آینده افغانستان اهمیت میدهی این ویدیو را با دوستانت شریک کن. افغانستان سرزمینی با تاریخ بزرگ و آینده‌ای که هنوز نوشته نشده است. اما شاید مهمترین سوال این باشد، چه چیزی میتواند این آینده را تغییر دهد؟ آیا همه چیز در دست دولت‌ها و سیاستمداران است یا نقش مردم عمیق‌تر از این هاست؟ واقعیت این است که تغییرات بزرگ همواره از جاهای کوچک شروع می‌شوند، از یک جوانی که تصمیم می‌گیرد تعلیم بگیرد، از یک کارآفرینی که با امکانات کم شروع به ساختن می‌کند و از یک جامعه که با وجود تمام مشکلات، امید را زنده نگاه می‌دارد. تصور کن اگر نسل جدید افغانستان به جای تسلیم شدن مهارت بیاموزد، اگر آموزش جدی گرفته شود و اگر فکرهای نو فرصت ظهور پیدا کنند، آنگاه حتی سخت‌ترین شرایط هم نمی‌تواند مانع پیشرفت شود. اما در مقابل اگر فرصتها از دست بروند، اگر نسل جدید ناامید شود و اگر فکر ساختن جای خود را به ترک کردن بدهد، آنگاه آینده می‌تواند تاریک‌تر از چیزی باشد که تصور می‌کنیم. جهان هم در حال تغییر است، تکنولوژی با سرعت باورنکردنی در حال پیشرفت است، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و ارتباطات جدید. کشورهایی که بتوانند خود را با این تغییرات همراه کنند رشد می‌کنند و آنهایی که عقب بمانند فاصله بیشتری می‌گیرند. سوال اینجاست، جای افغانستان در این آینده کجاست؟ شاید پاسخ این سوال نه فقط در دست سیاستمداران بلکه در دست هر فردی باشد که این ویدیو را می‌بیند. بله، حتی تو. هر مهارتی که یاد می‌گیری، هر فکر مثبتی که منتشر می‌کنی و هر قدمی که برای ساختن برمی‌داری می‌تواند قسمتی از آینده این کشور باشد. افغانستان فقط یک نقطه روی نقشه نیست، سرزمینی است پر از استعداد، پر از داستان‌های ناگفته و پر از انسان‌هایی که می‌توانند تغییر به وجود بیاورند.